alaykum do'stani aziz. Hozir men xosam یک ویدیوی درسی کنم یعنی درباره زبان ترکی که ناخواست این برادر ما اومد، این دوستی ما اومد در پیش ما شیشت. بسیار زیبا، عجایب. متاسفانه ویدیو هم نمیشود. چی؟ خواب داشته چی؟ تمام به همین ویدیو هم نمیشه. این درس شک کلی درس رو خوب از همینجا آغاز میکنیم. پیشک کلی میشود. این گوش، kulak kedinin kulağı. Bu kedi çok güzelmiş. Çok güzel. Şimdi bu arkadaş uyuyor. Uyumak, خواب رفتن. Gözleri açık. چشمان açık شده است. Gözleri açık شده. Arkadaş. Uyumak ister. ویدیو هم نمی شود به فکرم. این دوست رو بدور کردن نمیده است. Hoşça kalın. Akhir khest o arkadaş kalktı. دوستان خوب در این ویدیو میخواستم با شما یک چند سخنهای مهم رو یعنی سخنهای روزمره رو با زبان ترکی یاد دهم. یکم سخنش این از آغاز روز سر می شود. گنایدن یعنی صبح بخیر. گنایدن صبح بخیر. بعدش دوستانی از nasılsın. تو چه خیل هستی؟ یا چه خیلی میگیم bu. nasılsın در اونجا رفته شده باشم nasılsın گفتم میروید. nasılsın در جواب میگوید iyiyim. sen nasılsın؟ باز در جواب میتوانید بگوید که ben de iyiyim. باز دوستان عزیز وقتی که یکم کس کار کرده شده است میبینه شما گذشته شده اید با اون میگوید که kolay gelsin. kolay این آسان gelsin این بیاید gelmek آمدن gelsin بیاید آسان بیاید یعنی این به معنای مانده های کار می شود. باز هست دوستان عزیز باز میگوین که غیر kolay gelsin خیرلی اشلر یعنی خیرلی کارهای خوب کارهای با خیر خیرلی اشلر این در تاجیکی همون برای کار میگویم. برای کار یعنی خیرلی اشلر. باز دوستان عزیز وقتی که یکم کس عطسه میزند میتوانید گویید که çok yaşa. این به معنای در تاجیکی خودمون سلامت باشی میگویم. البته سلامت باشی این sağ ol میشود. sağ ol. ما در ترکی در اینجا یعنی میگویند که çok yaşa. البته دوستان عزیز وقتی که با شما یکم کس گوید که kolay gelsin در وقتی کارتون یا به یکم مشغول باشید تشکر ederim میگوید.
یعنی تشکر میکنم. تشکر. باز دوستان عزیز، وقتی که در وقت خیر خوش کردن شما با اون میتوانید گوید که اگر که یکم کس رفته ایستاده باشد، از پیش شما رفته ایستاده باشد، میتوانید گله گله گوید. گله گله. باز وقتی که در هنگام سلام علیک غیر از همین نسلسن، در خودمون چه خیلی سازی سلامتی یا ساز کاربارم و نقص گفته احوال پرسی میکنن. اگر که حتی رفته ایستاده باشین چه خیلی ساز سلامتی یا نقص هم خیلی احوال پرسی میکنن. در اینجا اون خیلی نیست. در اینجا هم که نسلسن میگوین تمام وقتی که رفته ایستاده باشین اونی که چه خیلی کارو چه خیلی سلامتی یا چه خیلی این رو با حفی جمع می نشینن در سر یک پیاله چای. بعد این خیلی احوال پرسی چی میکنن. اگر که هم خیلی سرسری رو اگر رفته ایستاده باشد احوال پرسی هم خیلی نسلسن تمام دیگر یکم چی نیست. هستن برادرانی که در وقتی کار میویند سلام علیک میکنیم، احوال پرسی میکنند. گذشته ایستاده است میوید سلام علیک احوال پرسی میکنند، سلامتی و کاربار هم نقص گفته. همون رئیس ما میوید حیران میشود چی میگه گفتن. خیال میکنن که یکم چی میگه هیچ، همون خیلی احوال پرسی کرد حیران میشوند چون که در آنها این خیلی نیست. در این خیلی احوال پرسی رو آنها نشسته با فیجا صحبت کرده بعد این خیلی احوال پرسی میکنند. همینطور دوستان عزیز، وقتی ما کم موند، وقتی کار سر میشود تا ویدیوی بعد نه تا دیدار.